بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، در 13مین حلقه از کتاب الإبانة الصغرى امام ابن بطة رحمه الله تعالی هستیم. دوستان عزیز، در اثر 153 خواندیم. آثاری که امروز میخوانیم انشاءالله از اثر 154 است. حسن ابن شقيق فرمايا: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. حسن ابن شقيق فرمايا که ما در نزد عبدالله ابن مبارک رحمه الله بودیم که مردی آمد. ابن مبارک رحمه الله برش گفت که انت ذاك الجهمي، تو همون جهمی هستی؟ گفت نعم. گفت بله، من همون جهمی هستم. ابن مبارک رحمه الله گفت اذا خرجت من عندي فلا تعد الی، گفت وقتی از نزد من خارج شده دیگه بر نمیگردی، دیگه نبینم تو را اینجا. و آدم گفت که فانا تائب، گفت ما توبه کردگی هستم، ما دیگه جهمی نیستم. ابن مبارک گفت لا حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك، تا زمانی که توبه خدا آشکار نکنی مثل که بدعت خدا آشکار کرده بودی. تا زمانی که همون رو آشکار نکنی قبول نیست، تا زمانی که به همون شکل آشکار نکنی قبول نیست. از این فهمیده میشه که توبه مبتدع، کسی که یک سخن بدعی را میگه، یک سخن کفری را میگه، باید توبهش چی است؟ توبه آشکار میخواه، باید به همین شکل آشکار بیان بکنه. در هر جایی که کلمه کفری را گفته باید در همون جا که از باید آشکار بیان بکنه عقیده خدا، بلکه بیشتر سعی بکنه و چیزی که از او خطای شدگی است، در باطلی که بودگی است، باطل خدا باید تصحیح بکنه. از او خاطر امام دارمی رحمه الله در کتاب الرد علی الجهمیه میگه: فالجهمیه عندنا زنادقه من اخبث الزنادقه. میگه جهمیه در نزد ما کس اینا طایفه زندیقی هستن، بلکه خبیثتر از زنادقه میباشن. زندیق یعنی منافق است. زندیق یعنی کسی است که کفر خدا میپوشانه، اسلام خدا آشکار میکنه. نرا ان یستتاب من کفرهم، نظر ما است که اینا از کفرشان توبه داده شوند. فان اظهر التوبه ترکو، اگر توبه خدا آشکار کردن در بین مردم ترک میشن، یعنی دیگه با اونها دشمنی صورت نمیگیره. و ان لم یظهروها قتلوا، اگر توبه خدا آشکار نکردن قتل میشن. میگه به همین شکل از علی رضی الله عنه نقل است که او با زنادقه کس همین شکل کردگی است. کسایی بودن که در نزد علی رضی الله عنه آمدن و علی رضی الله عنه را اله گفتن، رب گفتن. و در آثار دیگه میگه که در نزد علی آمدن و ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را دشنام زدن و علی رضی الله عنه آنها را گرفتار کرد و آنها را سوزاند، آنها را آتش زد. و این کل طوایف اهل بدعتی که بعد از رسول صلی الله علیه و سلم آمدن، چی از خوارج باشه، قدریه باشه، جهمیه باشه، کل از اینا را که از اهل سنت طایفه زندیق میگفتن، طایفه زنادقه، طایفه که کفر ترجیح دادن بر اسلام، کفر انتخاب کردن، اینا را طایفه زندیق میگفتن. و امام ابو حاتم رحمه الله میفرمایه: ولقد ذكر لاحمد بن حنبل رجل من اهل العلم كانت له زلة وانه تاب من زلته فقال لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته. به امام احمد رحمه الله از یک شخصی که از اهل علم بود، خطای از او صورت گرفته بود و او از خطای خود توبه کرده بود، از او خبر دادن گفتن فلانی است. امام احمد گفت لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبه والرجوع عن مقالته. الله سبحانه و تعالی توبه از او قبول نمیکنه تا زمانی که توبه خود آشکار نکنه و رجوع عن مقالته، و از سخنی که گفتگی است و رجوع خود به همین شکل اعلان بکنه از سخنی که گفته بود، از کفری که انجام داده بود، به همین شکل اعلان بکنه که من در فلان جای کفر کردم، در فلان جای کلمه کفری را گفتم که نباید به این شکل میگفتم، حق این شکل بود، باید بیان بکنه. ولا یعلمن انه قال مقالته کید و کید، و بگه که از ما کس ایت سخن صورت گرفتگی است که من ای قسم گفته بودم، حالا رجوع کردم به این شکل کید و کید، یعنی تماما بگه که ایت کلمه از ما صورت گرفته بود، ایت کفری از ما صورت گرفته بود، ما توبه میکنم، توبه خدا آشکار میکنم، حق ای بود، من به حق برگشتم. باید به همین شکل توبه خدا آشکار بکنه تا الله تعالی توبه از قبول بکنه. فاذا ظهر ذلك منه حينئذ تقبل، اگر به همین شکل آشکار کرد توبه خدا، اونجا که الله تعالی توبه از قبول میکنه. سپس امام ابو عبدالله احمد بن حنبل ای آیه مبارکه را تلاوت کرد که الله تعالی در سوره بقره فرموده است: الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، مگر کسانی که توبه کردن، بعد از توبه خود اصلاح کردن و بیانو و تبیان کردن، یعنی با اون چیزی که انجام داده بودن، بدعتی که در بین مردم کشته بودن و کفری که کرده بودن، از او کفر خودن آشکار کردن، بیان کردن که ما ایت چیزی کرده بودیم، ایت چیزی شده بود. ببینین الله سبحانه و تعالی در سوره البقره میگه، آیت بخونیم از اول: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله تعالی میفرماید کسانی که
کتمان کردن آنچه را که ما از بینات، از دلیل های آشکار و هدایت فرستادیم. بعد از اینکه ما بر مردم بیان کردیم در کتاب، ما بیان کردیم یعنی در تورات الله تعالی بیان میکنه از بنی اسرائیل که میفرماید آنچه را که ما بیان کردیم، لیکن کسانی که عالم بر کتاب بودن، عالم بر تورات بودن، او را چیکار کردن؟ یکتمون، او را کتمان کردن. ببین اینجا تبدیل نکردن یا بدعتی را آورده باشن، بلکه اینا کتمان حق کردن. خب الله میگه اولئک لعنهم الله، این طایفه کسایی هستن که الله تعالی اینها را لعنت کرده و لعنت کننده ها اینها را لعنت کردن. الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه کردن، و اصلحوا، بعد از اینکه توبه کردن اصلاحات کردن، یعنی اعمال صالح بیشتری انجام دادن، در دین الله بیشتر خدمت کردن، و بینوا، و تبیان کردن از بدعتی کرده بودن، بیان کردن، تبیان کردن از کتمان کرده بودن، یعنی او چیزی که کتمان کرده بودن او را آشکار کردن، حق کتمان کرده بودن بر مردم نمیگفتن، این را آشکار کردن. فاولئک اتوب علیهم، الله تعالی میگه این طایفه را ما توبهشون قبول میکنیم. ببینید سه شرط الله تعالی گذاشت، یکی چی بود؟ از اون چیزی که کتمان کرده بودن، و یکی دیگه که اصلاحات آوردن بعد از اینکه توبه کردن، و سومین شرط این بود که باید به مردم بیان بکنن. چنانچه امام احمد رحمه الله در تفسیر از گفتگی است که باید بگه که کی تا کی، یعنی من چگونه چی گفته بودم باید به شکل بگه. الله تعالی این آیت در مورد کسان نازل کرده است که حق کتمان کرده بودن. اما جرم کسی که بدعت میاره، جرم کسی که کلمه کفری را میگه، جرم کسی که یک صفت الله را انکار میکنه، یا جرم کسی که در مسئله از مسائل اعتقادی سخن میزنه، یا یک کافری را مسلمان گفتگی است در زمانه، خلاصه کلمه کفری از دهن از خارج شدگی است. جرم از بزرگتر میباشه از کسی که حق کتمان کردگی است. این خو لا شک ولا ریب، کسی به شک نداره. از خاطر باید توبهش به همین شکل آشکار باشه، آشکارا، در یک مجلس نه، در دو مجلس نه، در هر جا باید به همین شکل بیان بکنه که ای مسلمان ها، ای مؤمنین، ما در فلان جا همین کلمه کفری را گفته بودم، شما خبردار باشین که ما از اون کلمه خود رجوع کرده هستم. الله تعالی میگه که فاولئک توب علیهم، ما این طایفه از مردم است که اینایی که این سه شرط پوره کرده ما توبه از اینا را قبول میکنم. و در قصه سبیق که ما در درسه قبلی توضیح دادیم که یک نفر بود در زمان عمر رضی الله عنه که او آمده بود از متشابهات قرآن پیروی میکرد و عمر رضی الله عنه او را شلاق زد و دوباره فرستاد به منطقهش و گفت که به مردم بگن که در هر جایی که سبیق سخن گفتگی است همونجا ایستاد شو، بگن که ان سبیقا ابتغى العلم فاخطأ، بگن که سبیق دنبال علم بود لیکن خطا کرد، در راه خطا رفته بود. سبیق که دنبال آیات شبهات بود، آیات متشابهات بود که آیات متشابهات جستجو میکرد. لالیکای میگه که فلم یزل واضعا فی قومه حتی هلك و کان سید قومه، میفرمایه که به این شکل بود، یعنی کسی به او ارزش نمیداد تا زمانی که به این شکل مرد از دنیا رفت. و کان سید قومه، در حالی که او بزرگ قوم خود بود یک زمانی، لیکن به خاطر یک بدعت کرده بود، دنبال آیات متشابهات میگشت. عمر رضی الله عنه او را شلاق زد و گفت که در هر مجلسی که سبیق نشستگی است با اونا بیان بکنین که سبیق ایت خطایی کرده بود. چقدر سخت میشه خطای عالم، بسیار سخت است. عالم که خطا کرد، عالم که یک بدعت را انجام داد، یک کفر را کرد، یک کلمه سختی از دهنش بیرون شد، باید به همین شکل توبه بکنه. و در کتاب الآداب الشرعیه از امام احمد در روایت مروزی نقل است میگه و اذا تاب المبتدع یؤجل سنه حتی تصح توبته، اگر مبتدع بدعتگزار توبه کرد 1 سال برش وقت داده میشه، فرصت داده میشه، یعنی بعد از اینکه توبه کرد حتی تصح توبته، تا که توبه از چی شوه، میگه صحیح شوه، یعنی 1 سال صبر میشه. تا 1 سال هم برش اعتماد نمیشه. اگر کسی توبه خود آشکار کرد از بدعتی که انجام داده بود، در بدعتی که بود، تا 1 سال میگه برش صبر میشه، برش اعتماد نمیشه، تا 1 سال صبر میشه دیده شو که آیا واقعا توبه کرده یا نکرده. و در کتاب طبقات الحنابلة مروزی میگه ان ابا عبد الله احمد بن حنبل ذكر حارثا المحاسبي فيه ليس للحارث توبه يشهد عليه ويجحد انما توبه لمن اعترف. در نزد امام احمد گفتن که حارث المحاسبی یکی از اهل بدعت است، گفتن توبه کردم. امام احمد گفت نه، این توبه نیست، این توبه نیست. گفت در هر جا میشینه کلمه کفری را میگه، گفت انما توبه لمن اعترف، توبه بر کسی است که اعتراف بکنه از کفری که انجام دادگی است. و در همین کتاب یعنی طبقات الحنابلة از ابو بکر الاعین است که میگه اتيت آدم العسقلاني فقلت له عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد يقرئك السلام قال لا تقرأ مني السلام. ابو بکر العین میگه ما در نزد آدم العسقلانی آمدم، گفتم که عبدالله ابن صالح کاتب لیث ابن سعد به تو سلام میفرسته. گفت که از طرف ما برش سلام نفرست. گفتم چرا؟ گفت لانه قال القرآن مخلوق، گفت به خاطر که گفته بود قرآن مخلوق است. گفتم فاخبرته بعذره وانه اظهر الندامه واخبر الناس بالرجوع، گفتم که او عذر خود پیش کرد و پشیمان است و به مردم رجوع خود اعلان کرد. و پس ایتو که هست از من برش سلام بفرست.
گاهی اوقات وقتی که ما از کفریات نووی و ابن حجر و اینا رو نشر میکنیم میگن که اینا توبه کرده باشه، میگن شاید توبه کرده باشه، یقینا نمیتونن بگن، میگن شاید توبه کرده باشه. ما براشون میگم نووی که از شرح مسلم داره، در اون شرح مسلم خود احادیث صفات که میاره، اکثر احادیث صفات که جهمیه انکار میکنن، اما حدیث میاره در همون حدیث که کفر خود آشکار میکنه، عقیده پیشوایان جهمی خود نقل میکنه و احادیث تعویل میکنه، تعویل میکنه که خلاف منهج سلف، یا که تفویض معنا میکنه که میگه معنایش نمیدونم. یقینا ما عقیده جهمی رو بیان میکنه. و اگر کسی میگه که نووی توبه کرده، کسی میگه نووی توبه کرده، باید به همین شکل توبه از ما آشکار بکنه، به همین شکل نشان بده که نووی کس یک کتاب نوشته کرده، همین تو باید بگه نووی یک کتاب نوشته کرده و در اینجا گفتگی است که ما در کتاب شرحی که بر مسلم نوشته بودم در رزو که از آمدم احادیث صفات تعویل کردم، از رؤسای جهمیه نقل کردم، اینطور کردم اونطور کردم، به مثلی که ائمه اهل سنت گفته بودن، به مثلی که آیه قرآن است، باید به همین شکل توبه خود آشکار بکنه که تا ما حکم اسلام برش بدیم. و این حال هر کسی می باشه، این حال هر کسی می باشه که مرتکب بدعت شدگی است، مرتکب کفر شدگی است، که اگر بر ما میگن که اگر بر شما میگن که میگن فلانی توبه کرده، باید توبهش همین شکل آشکار بکنن. لیکن اینا نمیتونن بگن که توبه کرده، میگن شاید توبه کرده باشه، میگن شاید نووی توبه کرده باشه، تو چی خبر داری؟ اگه توبه کرده باید به همین شکل توبه خود آشکار بکنه. نفر آمده در کتابی که بر مسلم نوشته کرده در شرحش در صفحه از کفر کردگی است. ابن حجر به همین شکل در فتح الباری در صفحهش کفر کرده، ابن حزم به همین شکل و ابن تیمیه به همین شکل در صفحه کتابش که اثبات میکنه که او یک آذری است. ابن تیمیه پیشوای آذری است که مشرکین عذر میده، مشرکین و جهل و تعویل عذر میده و جهل و تعویل که از معانی تکفیر میدانه، صراحتا در هر جای ای را بیان میکنه. امام این مسئله هم است، امام آذریه ابن تیمیه می باشه. و هر کسی که میگه ابن تیمیه توبه کرده به همین شکل باید توبه از را آشکار کنه، توبه از را بیاره که ابن تیمیه گفته باشه که من یک آذری بودم، من مشرکین عذر میدادم، جهل عذر میدادم، تعویل عذر میدادم، تکفیر نمیکردم، من در کفر بودم، من در خطا بودم، من حال توبه کردم. اصل توبه به همین شکل است، اصل توبه به همین شکل است. چنانچه آیات قرآن به دلالت داره و ائمه سلف، اقوال سلف، آثار سلف به دلالت داره. از عمر رضی الله عنه که با سبیق انجام داد، از عبدالله بن مبارک، از امام احمد و باقی ائمه سلفی که بودگی هستند. و آیات قرآن همین واضح و آشکار است، کسی را رد کردن نمیتونه. پس بناهن هر کسی که میگن که توبه کرده یا میگن شاید توبه کرده، به شاید حکم کرده نمیشه. ما داریم از حقیقت، از یقین گم میزنیم. ما میگیم که ابن تیمیه آذری بود، یقینا از یقین گم میزنیم که ابن تیمیه آذری بود و در این مسئله که اگر بخوایم که ان صدها قول از پیدا کرده میتونیم که در اثبات ازی که جهل و تعویل که از عذر میدانه و معنی از معانی تکفیر میدانه. و به همین شکل از نووی، از ابن حجر ما میتونیم که ده ها قول از کتاب‌های از کفار پیدا بکنیم که در صفات الله و صفات الله را انکار کرده که هستند. و از ابن حزم به همین شکل، از قرطبی نجس کافر به همین شکل که میتونیم خیلی اقوال پیدا بکنیم. از هر کدام از اینا میتونیم اقوال زیاد پیدا بکنیم. پس هر کسی که میگه توبه کرده به همین شکل بیا بگه که در فلان جا گفتگی است که ما درست من کفر کرده بودم، از کفر خود برگشتم. توبه به همین شکل میشه. توبه عالم به همین شکل است که باید به همین شکل توبه خود چیکار بکنه؟ آشکار بکنه. الله سبحانه و تعالی به حال قومی که حق کتمان کردن تبیان که شرط گذاشتگی است. حق کتمان کردن، کتمان حق تا کفر آشکار کردن خیلی فرق داره. کسی کتمان حق میکنه جرم از سبکتر میباشه از کسی که حق باطل جلوه میده، باطل حق جلوه میده، از اون که فرق میکنه. باید توبه خود به همین شکل آشکار بکنه تا مسلمان ها رو بشناسن که واقعا که از کفر خود توبه کردگی است. و ایره به مسلمان ها میگم، به برادرای خود، به خواهرای خود میگم که دنبال عذر تراشیدن مردم نباشین. خب بر ما میگفتن یک زمان میگفتن که علما رو عذر بتیم، علما رو عذر بتیم. سبحان الله، علما رو عذر بتیم، پس چرا عوام عذر نتیم؟ عالم که به خاطر علمش عذر داده شود، جاهلم به خاطر جهلش عذر داده شود، پس دیگه در دنیا کافر باقی نمیمونه. هیچ کس باقی نمیمونه که او کافر باشه، او ملامت شود، سرزنش شود، هیچ کسی باقی نمیمونه. بلکه به هر کس میگم که از هر کس کفر دیدن، هر کسی که میخواد باشه تحقیق بکنین واقعا همین قول از درست از قولی گفتگی است به اون نسبت میشه، واقعا همین قول کفری رو گفتگی است، اگر گفته باشه تکفیرش کنین. تمام، دین الله است. و در اثر 155 از بقیه ابن ولید روایت است، میگه ثابت ابن عجلان به ما گفت أدركت أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وعطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة ومكحول وسليمان بن موسى والحسن وابن سيرين وأبا عامر أدرك أبا بكر الصديق. امی چند نفر از ائمه سلف نقل میکنه، نامشون میگیره
امام مالک میگه که انس بن مالک است و سعید بن مسیب تابعی است، امام شعبی، امام ابراهیم نخعی، امام سعید بن جبیر، حکم ابن عتیبه و امام عطا و طاووس و مجاهد و ابن ابی ملیکه و مكحول و سلیمان ابن موسى و حسن بصری و ابن سیرین، محمد ابن سیرین و ابو عامر که ابوبکر صدیق دریافت کردگی است، نور دیدگی است و زیاد از اونا رو یاد میکنه. میگه فکلهم یامرنی بالصلاه فی جماعه، همهشان میگه مرا دستور میدادن که در نماز در جماعت بخوانم. و ینهانی عن الاهواء والبدع، و نهی میکردن از هواپرستی و بدعت. و در لالکایی امام اوزاعی رحمه الله میگه کان یقال خمس كان عليه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و التابعون باحسان. اوزاعی رحمه الله میگه که 5 چیز بود که اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم و تابعین که از بی بودن. چی بود؟ لزوم الجماعه و اتباع السنه، لازم گرفتن جماعت که میگم برادر جماعت صحابه است. جماعت صحابه کسانی که صحابه نیکی پیروی کردن، یا خلیفه مسلمان باشه که واقعا خلیفه مسلمان باشه که او امام است و جماعت مؤمنینی که با او هستن و اونا به شرطی که از صحابه پیروی بکنن، شرطش همی است. و عمارت المساجد، و درست کردن مسجدها که دوست داشتن، و تلاوت القرآن و الجهاد فی سبیل الله. بگی 5 چیز صحابه رسول صلی الله علیه وسلم و کسانی که از آنها به نیکی پیروی کردن دوست داشتن. و در اثر 156 از ابن وهب روایت است میگه سئل مالک عن اهل القدر ایکف عن کلامهم و خصومتهم افضل. از امام مالک در مورد اهل قدر پرسیده شد، یعنی طایفه قدریه، گفت آیا از سخن زدن با آنها و از جدل کردن با آنها ترک شوی بهتر است؟ گفت نعم اذا کان عارفا بما هو علیه. گفت بله، وقتی که دانا باشه با چیزی که میگه از او چی میشه، با او سخن گفته نمیشه و جدل صورت نمیگیره، یعنی او را به حال خودش ترک کرده میشه. گفت و تأمره بالمعروف و تنهاه عن المنکر ولا تخبرهم بخلافهم ولا تواضع القول ولا تسلی خلفهم. گفت که امر به معروف میشه و نهی از منکر میشه و تخبرهم بخلافهم، خبر میتی به خلافشان، اون چیزی که حق است بیان میکنی. ولا تواضع القول، تواضع یعنی ان تواضع صاحبك امرا تناظره فيه، یعنی با مناظره صورت نمیگیره. ولا تسلی خلفهم، و پشت از اونا که نماز خوانده نمیشه، پشت قدریه. و مالک رحمه الله در ادامه گفت ولا ارى ان ينكحوا، با اونا نکاح هم صورت نمیگیره، با قدریه کس نکاح هم صورت نمیگیره. و در اثر 157 میگه و سئل مالک عن تزویج القدری، و از مالک رحمه الله پرسیده شد در مورد ازدواج با قدریه، گفت ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، گفت بنده مؤمن بهتر از مشرک است. و در ابانه الکبری از شعیب بن حرب است میگه قلت لسفیان، میگه با سفیان الثوری رحمه الله گفتم یا ابا عبدالله تسبب لی قدری ازوجه، گفت که یک نفر از قدریه آمده، یعنی در خواستگاری آمد با او خیشی بکنم که دختر خود یا خواهر خود با او بتم. گفت لا ولا کرامه، گفت هرگز اینا هیچ کرامتی ندارن. و آجری رحمه الله در کتاب الشریعه میگه امرنا بترک مجالسه القدریه، ما مأمور شدیم، دستور داده شدیم که یعنی ائمه سلف به ما دستور داده شده، امر شده است که چیکار بکنیم؟ ترک بکنیم نشستن با قدریه را، یعنی با قدریه نشست صورت نگیره. و الا نناظرهم، که با آنها مناظره هم نشوه. ولا نفاتحهم على سبیل الجدل، و برای مناظره که از با آنها مسئله را باز کردن نشوه که بخوایم با آنها گفتگو بکنیم. بل یهجرون، بلکه آنها ترک میشن. و یهانون، با آنها مورد اهانت قرار میگیرن. و یذلون، و ذلیل میشن. ببینین یعنی این چیزی است که باید با کل اهل بدعت که از ما شما انجام بدین. چیکار بکنیم؟ بل یهجرون، اولش این بود که با هیچ بدعتی کس ننشینیم، یک. و الا نناظرهم، با آنها مناظره نکنیم. ولا نفاتحهم على سبیل الجدل، با آنها کس به عنوان مناظره کس مسئله را باز نکنیم، یک مسئله را. و بل یهجرون، بلکه آنها ترک کرده میشن. و یهانون، و مورد اهانت قرار میگیرن، مورد احترام قرار نمیگیرن، محبت با آنها نمیشه، بلکه با آنها اهانت صورت میگیره. و یذلون، و ذلیل میشن. ولا یصلی خلف واحد منهم، و پشت یکی از آنها کس نماز خوانده نمیشه. ولا تقبل شهادته، و گواهی از اون قبول نمیشه، که اگر به درجه گواهی بده یعنی شهادت بده، شهادتش قبول نمیشه. ولا یزوج، یعنی با او زن داده نمیشه، با اون ازدواج صورت نمیگیره. و این مرض لم یعد، اگر مریض شوه به عیادتش رفته نمیشه. و این مات لم تحضر جنازته، اگر مرد به جنازهش رفته نمیشه. و لم تجب دعوته فی ولیمه ان كانت له، اگر یک ولیمه اگر به عروسی خود دعوت کرد به عروسیش اجابت کرده نمیشه، رفته نمیشه. فان جاء مسترشدا ارشد على معنى نصیحت له، اگر در نزد تو آمد با عنوان از آمد که نمیخواد حق پیدا بکنه، با عنوان از آمد که تو را راهنما فکر کرد و حق میخواد پیدا بکنه، با عنوان نصیحت برش راه نشان داده میشه، حق نشان داده میشه. فان رجع فالحمدلله، اگر از قول خود از بدعت خود رجوع کرد، خود الله را سپاس، الحمدلله. و ان عاد الى باب الجدل والمراء لم يلتفت الیه، اگر خواست که
باب جدل، دروازه جدل و دروازه خصومت اینا را باز بکنه و گفتگو بکنه، مناظره بکنه، با او نگاه کرده نمیشه. و طرد و طرد کرده میشه، یعنی رانده میشه. و حذر منه و مردم کس از او برحذر داده میشه، بیم داده میشه که با او نمی نشینین، با او سخن نمیزنین، سخن از گوش نمیکنین، سلام نمیتین، سلامش علیک نمیگیرین، پوشش نماز نمیخوانین، به جنازهش نمیرین، مریض شد به عیادتش نمیرین. کل همین چیزایی که ذکر کردیم. ولم یکلم، با او گفتگو نمیشه، سخن زده نمیشه. ولم یسلم علیه، و سلام داده نمیشه. این که آجر رحمه الله در مورد قدریه گفتگی است، بلکه ای با کل اهل بدعت است. با کل اهل بدعت کس باید همین شکل صورت بگیره. چرا که اهل بدعت کس با هم شبیه هستن، کلشان شبیه میباشن، با هم دیگر برابری دارن اهل بدعت. راوی میگه که سمعت مالک یقول، از مالک رحمه الله شنیدم که میگفت كان ذلك الرجل اذا جاءه بعض هؤلاء اصحاب الاهواء قال اما انا فعلي بينة من ربي واما انت فشاك فاذهب الى شاك مثلك فخاصمه. امام مالک رحمه الله طوری بود که اگر کسی از اهل بدعت میامد که میخواست که امروز گپ بزنه، بحث بکنه، میگفت که ما به بینه، به دین آشکاری از رب خود هستم که دیگه همه چیز الحمدلله میدونم، چیزی نیست که به ما شک داشته باشم. و اما انت، اما تو کسی میگفت فشک کن، تو کسی هستی که در دین خود شک کردگی هستی. فذهب الی شاک مثلک فخاصمه، میگفت که کسی را پیدا بکن که مثل خودت کس در دین خود شک داشته باشه، با او کس سخن بگو، با او کس گفتگو بکن. و الالکایی از حوشب روایت کرده میگه ان رجلا اتاه، مرد آمد در نزد حسن بصری رحمه الله و گفت که یا ابا سعید انی اريد ان اخاصمك، گفت که ای پدر سعید. به حسن بصری رحمه الله گفت من میخوایم همراه تو بحث بکنم، جدل بکنم، یعنی مخاصمه بکنم. فقال الحسن الیک عنی، حسن بصری رحمه الله گفت دور شو از من، گم شو از پیشم. فانی قد عرفت دینک، من دین خود شناختگی هستم. و انما یخاصمک الشک فی دینه، کسی با تو مخاصمه میکنه، کسی با تو بحث میکنه که در دین خود شک داشته باشه. گفت برو که من در دین خود شک ندارم، تو کسی را پیدا بکن که مثل خودت باشه. و در کتاب جامع از ابن ابی زید در اونجا از امام مالک رحمه الله نقل است، میگه کان یقال، امام مالک رحمه الله میگفت لا تمکن زائغ القلب من اذنک، گوش خدا و کسی که قلبش در مریضی قرار گرفته به اون نسپار. فانك لا تدري ما يعلقك من ذلك، تو نمیدانی که با گوش چی چیز آویزان میکنه. خب گوش کو چی میگه؟ تو نمیدانی که با گوش چی چیز آویزان میکنه. ولقد سمع رجل من الانصار من اهل المدینه شیئا من بعض اهل القدر فعلق قلبه، میگه که مردی از انصار از اهل مدینه چیزی را از اهل قدر شنیده بود، میگه قلبش کس به او معلق شده بود، یعنی سخن از او کس امید به شک یک چیزی در دلش پیدا شده بود. و این حقیقت است که ما تجربه کردگی هستیم. اتفاقی اگر در یک مجلسی از اهل بدعت برابر شدگی هستیم، سخنی را از اونها شنیدگی هستیم، یعنی قلب ما کس به یک شکل شدگی است، سخن از اونها در قلب ما کس امید خطور کرده، در قلب ما کس آویزان شدگی است. این واقعیت گپ میباشه، نه تنها ما بلکه هر برادری هم همین شکل میباشه. چنانچه امام مالک نقل میکنه از سلف به همین شکل بودن. سلف چرا نمیخواستن که از اهل بدعت چیزی را بشنون؟ چرا نمیخواستن که آیه قرآن بشنون که اونها تفسیر بکنن؟ به خاطر این مسائل که میترسیدن که اونها چیزی را نگوین که در قلب از اون چی بکنه، تاثیر بگذاره و در قلب از اون یک شک، یک چیزی پیدا بشه. میگه این مردی از انصار بود، مردی از اهل مدینه بود که میگه سخنی از قدریه شنید، در دلش هم مانده بود. فکان یاتی اخوانه الذين یستنصحون، میامد در نزد برادرای خود که نصیحت بکنن. فاذا نهوه قال فكيف بما علق قلبی، چگونه میشه اون چیزی که در قلب من معلق شده کی است؟ وقتی پیش برادر میامد، پیش مؤمنین میامد، میگه چطور میشه چیزی که در قلب من از طرف او بدعتی که است معلق شده ماندگی است. ولو علمت ان الله يرضي ان القي بنفسي من فوق هذه المناره فعلت، ایتو به تنگ آمده بود، میگفت که اگر میدانستم الله تعالی از من راضی میشه، میرفتم از یک مناره بلند، از یک جای بلند خدا پرت میکردم که اونجا هلاک میشدم. بسیار اذیت شده بود. ما درسی که قبلا داشتیم از ائمه سلف نقل کردن که اونا میگفتن که اگر با اهل بدعت نشستی، قبل از اینکه از نزد بیرون بشی، تو را مریض میکنه، قلبت مریض میکنه. تو خودت یعنی به دینت مطمئن بودی لیکن پیش از او که رفتی، یا مثل از او میشه یا که به یک شکل بیماری به تو میاد. چنانچه قصه آدم کسی امام مالک رحمه الله نقل کرد. امام مالک رحمه الله میگه که مردی گفت که لقد دخلت في هذه الاديان كلها، ما به کل دین ها کس داخل شدگی هستم، فلم ارى شيئا مستقیما، ما چیز مستقیم را ندیدم. فقال رجل من اهل المدینه من المتکلمین، مردی از اهل مدینه از متکلمین در اینجا کس یعنی کسانی که خوب سخن میگفت، منظورش او میباشه. او گفت که فانا اخبرك لما ذلك، ما خبر میتم به خاطر چی کس تو راه مستقیم پیدا نمیکنی. گفت چرا؟ گفت لانك لا تتقي الله،
به خاطر که تو از الله نمیترسی. ولو كنت تتقی الله لجعل لك من امرك مخرجا. اگر از الله میترسید حتما الله سبحانه و تعالی یک مخرجی را، یک راه بیرون رفته را بر تو باز میگذاشت. و این تفسیر همون آیه میباشه که الله تعالی در سوره طلاق گفتگی است: و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که تقوی الله را اختیار بکنه، انتخاب بکنه، الله تعالی برش یک مخرج میگذاره، یک راه بیرون رفته میگذاره. و بعد در سوره انفال میفرماید: ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. اگر الله تعالی به این مشرکین خیر میدید، اگر واقعا اینا دنبال هدایت بودن، الله تعالی به اینا خیر میدید، لاسمعهم، الله تعالی حق به اینا میشنواند. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اگر الله تعالی به اینا بشنوانه، اینا بازم از حق میگریزن و اعراض میکنن. بله. و فوزیل رحم الله میگه که اذا احب الله عبدا وفقه لعمل صالح. الله سبحانه و تعالی وقتی که بنده را دوست داشته باشه، او را به عمل صالح چیکار میکنه؟ توفیق میبخشه. و در اثر 160 ابو سهیل میگه، ابو سهیل کاکای مالک ابن انس میباشه، کاکای امام مالک است یا عموی امام مالک است. میگه شاورنی عمر ابن عبدالعزیز فی القدریه. عمر ابن عبدالعزیز در مورد قدریه با من مشوره کرد. فقلت ارى ان تستتیبهم. گفتم که نظرم میاد که اونا را استتابه بده. فان تابوا، اگر توبه کردن خوب، و الا ضربتهم بالسيف، و الا گردنشان با شمشیر بزن. عمر ابن عبدالعزیز رحم الله گفت ذلك رأی، گفت سخنم همی است، نظرم همی است. ابن بطال رحم الله میگه و كذلك كان يرى مالك بن حسن والحسن فيهم. میگه نظر امام مالک و نظر حسن بصری رحم الله میگه همی بود، میگه نظر کلشون به همین شکل بود. ما در مورد قدریه در کتاب السنه 7 درس داشتیم، به صورت مفصل بیان کردیم الحمدلله. در همین کتاب هم ان شاء الله میاد در درسایی که در مورد قدریه هست، اونجا ان شاء الله بیشتر توضیح میدیم ان شاء الله. و در اثر 161 ابن بطال رحمه الله میفرماید و كان الحسن ابن محمد ابن علي لا يراهم مسلمين وكذلك الخوارج. حسن ابن محمد ابن علي نواسی علی رضی الله عنه لا يراهم مسلمين، قدریه را مسلمان نمیدانست، و كذلك الخوارج، و خوارج را هم کس مسلمان نمیدانست، خوارج را مسلمان نمیدانست. ما 3 درس داشتیم در کتاب السنه که از درس‌های اخیر میباشه، برادرها را گوش بکنن در مورد خوارج، که در اونجا ما آثار از سلف آوردیم که سلف که از خوارج تکفیر میکردن. خوارجی که در زمان علی رضی الله عنه بود، خوارج تکفیر شدن، کافر شدن، به خاطر که اونها خیلی از محرمات حلال کردن، خیلی از حلال ها را حرام کردن، در گناهان کبیره و صغیر مردم را تکفیر کردن، در شبهات تکفیر کردن و صحابه را تکفیر کردن. عثمان و علی رضی الله عنهما را تکفیر کردن که این خودش کفر میباشه کسی یک صحابی را تکفیر بکنه، کسی یک صحابی را بغض داشته باشه با یک صحابی را بد ببینه و با او تن بزنه تکفیر میشه. ان شاء الله میاد درس میاد بیان میکنه. اگر کسی بخواد که در مورد خوارج معلومات پیدا بکنه، 3 درس در مورد خوارج در کتاب السنه داشتیم و 7 درس در مورد قدریه داشتیم. ان شاء الله اونا رو گوش بکنن، برشان کفایت میکنه ان شاء الله. و همین قدر اکتفا میکنیم ان شاء الله. آثاری که هست، آثاری که ماندگی است، اونا رو در درس‌های بعدی میخونیم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.